داس ریلال خبرونی په دوام سره به هم ډیر راغلاست. حشمت الله محمدي د فقه او قانون برخې ماستر سره خبرونه کړې او د ازادي بیان یا د بیان ازادي باندې غږیږي چې څه رول لري په ټولنه کې. محمدي صاحب خیلی خوش آمدین بس ریلال. بسم الله الرحمن الرحیم. بخیر باشین ودان صاحب. سلامت با سلام خدمت شما و بیننده های خوب تلویزیون هلال مخصوصا برنامه عصر هلال. خیلی ممنون زنده باشین. محمد صاحب میخوایم در اول بپرسیم که منظور از آزادی بیان چی است و چرا مهم است؟ بله جناب ودان صاحب، هدف اصلی آزادی بیان همان آماده ساختن بستر مناسب برای رشد فکری و پخش نیکی و تقوا هست. بله. نه پخش رذایل، نفاق و بد اخلاقی ها. چرا آزادی بیان یعنی برای چی چرا مهم است؟ آزادی بیان برای سلامت روحی و جسمی افراد و همینطور برای ترقی و انکشاف جامعه و برای پایین آمدن سطح جرم و جنایت و همینطور برای مساعد شدن زمینه جهت استفاده از تجارب همدیگر مهم است. بله، شما اشاره کردین که برای پایین آوردن جرم جنایت در جامعه آزادی بیان کمک میکنه که جرم جنایت در جامعه پایین بیاد؟ بله البته. یعنی وقتی که آزاد باشه بتونیم و مخصوصا رسانه ها بتونیم حرف دل خدا بگیم، اگر جای جرم جنایتی میشه و بتونیم او را از طریق رسانه ها به مردم برسانیم. بله. در قدم اول به حکومت و کسایی که مسئول هستند برسانیم، طبعا خود جلوگیری میکنه از جرم جنایت. بله، قسمی که میدانید شما آزادی مطلق داریم و آزادی محدود شده یا چوکات شده داریم. فکر میکنین کدامشون بهتر است؟ بله، وقتی که میگیم آزادی بیان مطلبی است که آزادی مطلق مراد نیست. یعنی نباید مطلق آزادی هر چه که خواستیم و هر چه که به زبان آمد بگیم و هر چیزی را مخصوصا رسانه ها و در کل یعنی نشر کنیم. بلکه آزادی منضبط در چوکات قوانین، ارزش ها و فرهنگ جامعه، فرهنگ پسندیده جامعه باید باشه. یعنی آزادی ما نباید مخالف قوانینی که هست در کشور و نباید مخالف ارزش ها باشه و ارزش هایی که مطابق اسلام باشه، ارزش های اسلامی ما مخصوصا ارزش ها، چون جامعه ما جامعه اسلامی هست و باید ما در روشنی ارزش های اسلامی خود از آزادی بیان که یک نعمت هست واقعا از او باید استفاده کنیم. بله، قسمی که شما اشاره کردین برای دفاع از ارزش های اسلامی از آزادی بیان چگونه استفاده کنیم؟ یک شما اشاره کردین که هم مطلق است هم محدود. قسمی که کاریکاتور رسول الله صلی الله علیه و سلم در فرانسه نشر شده بود، در افغانستان هم تظاهرات شد و بالاخره نجم این کار انجام داد. فکر میکنین استفاده از این نوع آزادی چی مفیدیتی داره؟ بله، طبعا آزادی بیان همانطور که گفتیم که مطلق نیست، مقید است. باید طوری از او استفاده شود که به ارزش های همگی باید ارزش ها مخصوصا ارزش هایی که مقدس است پیش همگان باید او رعایت شود و طبعا هر کس حق داره که در چوکات قوانین از این آزادی بیان استفاده کنه و از ارزش های اسلامی دفاع کنه و به هر وسیله ممکن باید ارزش های خود بکنه در مقابل. آله آزادی بیان قسمی برای بعضی مردم تعریف شده که باید توهین آمیز، یعنی کلمه توهین آمیز باید استفاده بکنین. فکر میکنید چقدر تخریب کننده است؟ باز چقدر ضرر میرسونه به آزادی بیان که ما تعریف خاصی از ایشان داریم، قسمی که شما هم در اول تعریف کردین. فکر میکنید زمانی که ما از آزادی بیان به طور درست یا نادرست استفاده میکنیم چقدر مضر تمام میشه برای آزادی بیان؟ طوری که میدانیم باید از آزادی بیان استفاده درست و دقیق شود. یعنی به کسی باید توهین نباید به کسی توهین شود، چون یعنی جامعه را حفظ هنجرها و همینطور حفظ ارزش های جامعه ضرور هست و ما ملزم هستیم که از امنیت جامعه و مسئولیت روحی و روانی جامعه باید پاسداری کنیم و باید جامعه روحاً و رواناً
باید در یک آرامش قرار داشته باشه. بنابراین وقتی که ما از آزادی بیان یعنی استفاده سو میکنیم در حقیقت و عنوان میکنیم که آزادی بیان هست، بنابراین هرچی به ما روا است بتانیم بگیم، این درست نیست. و گفتیم که آزادی بیان یک نعمت هست که برای ما مخصوصا در 2 دهه اخیر در کشور ما یعنی رسانه ها آزاد هستند بگن هر چی که به نفع جامعه هست. چون اینجا یعنی چند نکته را ما در حقیقت ما اینجا یادداشت کردیم که مسئولیت رسانه ها در یعنی در پیوند به آزادی بیان چی هست. من می‌خواستم اینو بپرسم که رسانه ها چی مسئولیتی دارن که در آزادی بیان که او را به دیگران بفهمونن. 10 نکته را میشه که اشاره کنیم در مورد مسئولیت رسانه ها در آزادی بیان. در آزادی بیان. اولین نکته تبلیغ مفهوم آزادی هست که باید رسانه ها مفهوم آزادی رو باید بیان کنن. مفهوم آزادی چی است؟ آزادی حقیقی همانطور که علما میگن در حقیقت آزادی حقیقی آزاد شدن از قید و بند غیر خدا و بنده واقعی الله متعال شدن. در حقیقت آزادی اصلی همین است. و دوم چیزی که رسانه مسئولیت دارن در آزادی بیان که بیان کنن او پیشقراران آزادی عقل باشن. یعنی عقل را کوشش کنن که عقل را از تمام قیود، از بند تمام قیودهای مرئی و نامرئی آزاد بسازن و به حریت اصلی برسانن. مثلا آزادی از بند شهوات، آزادی از مواد مخدر و آزادی همینطور از بد اخلاقی ها و در کل یا کتابی که میخوانیم تاثیر نگذاره یا کتاب درست بخونیم، مطالعه درست و خوب. و سوم نکته میتونیم بگیم منادیان اصلاح و تغییر باید باشن. چون رسانه با استفاده از آزادی بیان باید منادی اصلاح و تغییر در جامعه باشن. چون واقعا مشکلات جامعه را بررسی نموده و راه حل های مناسب و خوب برای تغییر و اصلاح در جامعه ابراز کنند. و همین طور رسانه باید تشویق و بنیکی ها و منع از بدی ها کنند. چون کوتاه‌ترین راه و یا آسان‌ترین راه برای خدمت به جامعه و ترقی جامعه همانا این هست که هر فرد از احاد جامعه میتونی انجام بده که همانا یعنی امر به نیکی و منع از بدی ها هست. و پنجم نکته اظهار حقایق نه کتمان آن. باید رسانه ها همانطور که حقایق هست باید او را اظهار کنند و به دیگران برسانند. چون در اصل از خبرنگاری است. بله. چون در حقیقت اگر حقایق ما پنهان کنیم و یا حق با باطل یعنی بیامیزیم و حق باطل جلوه بدهیم و باطل حق یک یعنی یک ضرر بسیار بزرگی به جامعه داره. بله. چون در مذمت بنی اسرائیل الله متعال میفرماید تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. یعنی شما حق با باطل میامیزین و حق در حقیقت شما آگاهانه یعنی کتمان میکنین و میپوشانین. دیگه بنابراین باید حقایق بیان شود. و ششم نکته میتونیم بگیم که بلند نگه داشتن مورال جامعه و بخش روحی امیدواری. چون امروزه یعنی بعضی از رسانه همیشه گفتن میتونیم با استفاده از آزادی بیان یعنی طوری بیان میکنن و به مردم برخورد جامعه میتن یعنی نکات منفی و یا بگیم روحی ناامیدی را به جامعه یعنی در حقیقت دارن به جامعه براخ جامعه میکشن. در حقیقت در حالی که ما یعنی در کل مأمور هستیم که امیدواری را روحی امیدواری و مورال جامعه باید بلند برده شود و در حقیقت تفاعل بالخیر باید داشته باشیم. چون در یک فکر کنم اثری هم وارد شده که کسی که بگوید من قال هلك الناس فهو اهلكهم،
کسی که بگه مردم هلاک شدن، در حقیقت او هلاکشان ساخته. یعنی باید روحیه امیدواری و انرژی مثبت به دیگران، انرژی مثبت به جامعه باید پخش کنیم. و در هفتم نکته میتونیم بگیم که پخش مطالب مفید و موثق. یعنی در حقیقت مطالبی که پخش میشه و یا نشر میشه باید مفید به جامعه باشه و همینطور موثق باشه، درست باشه. چون اگر خبر دروغ یا در کل هر گپ و سخنی را که ما شما نشر میکنیم یا میگیم در قبال خود یعنی مسئولیت داره، مسئولیت دینی و اجتماعی داره. بنابراین هر خبری که پخش میشه و یا نشر میشه باید مفید به جامعه ما باشه و همینطور موثق باشه. بله، دو نکته آخر میشن خیلی کوتاه اشاره بکنید که وقت کم. و همینطور معرفی ظلم و ایستادگی در برابر ظالم. چون ظلم باعث تاریکی ها هست، باعث یعنی عدالت نمیشه و باید در مقابل ظلم استاد و ظالم در مقابلش باید گفت. و همینطور ما در اثر در حدیث شریف آمده که افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. یعنی بهترین جهاد همون است که کلمه حق به در ظالم گفته شود، یعنی حاکمی که ظالم است باید گفته شود. و نهم نکته میتونیم بخش نیکی و فضایل اخلاقی بگیم. و همینطور دهم نکته تاکید روی مسئولیت اجتماعی و حفاظت از منافع عامه هست. بله، خیلی ممنونم از شما حشمت الله محمدی، در فقه و قانون برخی مصدر. کور بعد